که دورای جوانی اینم که تای کپا گذاشته که اکی سفرم خب کو چی که پای تیار شده نه جهان گو بگرده اینا کور نیست نه که میگه آتش که چپا میکنیم ده اینا این بسم الله الرحمن الرحیم نه او میزنیم خیلی دیدیم بچه ها بین دو تا سنگ این او میبرویم اینا برادرها داری جنگل های سرسرک داریم اینجا در ارچم هست همه چی هست اینجا خنه که اوخی اینجا در برف همه پس با برف سر میکنه اینجا در اینجا رنگی رسی هست این ارچه رو بی بگوه که آواز بلبل شنیده هستن برادرو اینجا که با بهار در یک حادثات هایده حادثات آدمای مدیدگی اینجا در آمه که پلون جایی میشنو سنه در آمه خیلی رفته استم انشالله که راه نیست زیاد گذاشتیم اومده خر جانور چریده است بچر انا همجا در کم ترک دام میگیریم یا تحتلچو میکنیم برادرو عدیده چی میگه؟ دوستان کیفیت عدیده میدنه تروپیک در عدی تروپیک میدنه که فهمیده رو کافی شکلات این خورجین مونده همه چی داریم بچه ها خیلی موده اشتهایی تمام خود پیاک با انشالله که صحبت میکنیم دوستای عزیز اومدیم مکان این بلندی که داریم این اختام بینید اون طرف که یاون اینام که دراز دیدستین که یاون اینجا در سگا و اینجا در کوش بوده اینا اینجا در کورق قطعی محکم کرده گیر بگیر انشالله که نبجه میداره مهمان میشین اینا برادرها همه گیر بگیر کورق قطعی محکم بوده ای یا گیر بگیر کورق قطعی محکم کرده اینا امک اوهو یکون کس هسته کی سفر هسته هی همه مومی روپیا خب خیلی اومده برادرها این سگاشان اینجا بوده هیچی نگفت مونه هرچی کی عزیز اومدیم دروازه همینجا بوده نه که رجا نزدیک اومده اینا دروازهش بچه ها دیده گید بگید با کورک محکم کرده ما کورک میگیم اوه سگا هر دادر اومده اونا وای چوجا ایش هاو میگه واش میدوا اوه بس نه آنها هاو کا چرا؟ اینجا هاوسه ها؟ اوه بالا با هم بالا رفتن میگیری دیگه من نفهمیدم برای چی این تکو رو من کده باشن این تکوی کلون میره بی این تکو رو بی میره بی قشقا رو بی این میزده باشه بودم ها میره بی یارو برای چی من کده باشن؟ بردیم؟ اینو برای مولد موندن آیا ها برای مولد اگه برای چی محکم میکنن حوزی بعد وقت ساعت قطعی هوی میتیانه داری مولد برای مولد دیر بزوی بهار دا بزوی این برای که این مولد با بهار دا میزه بعد مثلا اسب باشه حیغیر میگن بز باشه تکه میگن مثلا دیدم تکایی که برای راستی که بیجا آمدم اینجا دم خیش تبارا بدن اولادام اومدن اینا نه خشخور رو دیدم اون رو بی حقیقت خشخور بوده ایره بی خیلی جدا بود هوای تازه تای ارچه ده میگیرن اینجا دم اولادا بدن اینا اومدیم این باوی سفرم کجا ده خولا خواه میه
چند سال شد اینجا زندگی داره خلا 11 سال یک خانه بزن خوش به حالت خانه که خودت تقدیر خالی یخشیمت دارم که بدن که یا اختیار ما پیش دلای خوب بلنده خدایی خورشید و کپا میشه قرآن کن دیگه بود زنده باشه دیگه تیم ساز شکر خدا الحمدلله هزار رحمت نه که من اجاره باور که بار اول ایدی دستم یکم بار معلم سیف‌الدین اند مزارار سیون که دو هم شده معلم سیف‌الدین زیارت اومدم اوست بکن زدم اگما اوست کنچکی را استاد از اینجا داره گشتن نمیتونه اینجا خیلی بچه‌ها یاش برام مگو عراق تا پیکر شهر عذاب کشید خیلی جب رفت خیلی دوستان عزیز اومدم با یک جای تاریخی دیگه را مامی بیبی روشنایی جای دگدام چشم همه خیر آن همینجا در اصل اما پدرای ما میگفتن که همینجا دگدانچی مامی بیبی روشنایی همینجا ده نان میپخته در همینجا دگدانچه ده نان میپخته انا همینجا ده میگه آدمای دوری پیش همین اکو خواهرانشون همینجا ده نانی میکردین میخوردین انا این همینجا دگدانی مامی این همینجا جای زیستشون جای زندگیشون ها دگدانچه من هم شنیدم که مامی روشنایی رو در اونجا دگدانچهش هست حالا هی نزدیکی ده چشمه اما چشمه از نجی آب میوردین هم اینجا اما حضور اگر خشم و وقت نداره رفیقا من اینجا یک طواق یافتم یک خوبچه آرد میبره طواق اگر وزن کنی یا 4 کیلو یا 3 کیلو یک خوبچه را همین این خوبچه که حضور هست 50 کیلو چاق چویی بود؟ اکوای نمیم ای درختی چیزی باشه این همی وزن داره یا همی 4 کیلو هم نداره انا خانه پایان بودم همه را حاضر نصیب باشه بعد خیلی با یکم وقت بسم جان رفت انشالله میدیم انا همیاره سیان کنیم انشالله ارچه‌ای که درگیر دینه اینجا بسته اینا در پی ارچه‌ای طبیعت نه ای به او به کی بوی یه ارچه را اگر که بو بکشید نخیر بو بکش چخیر بوی فورم داره انا بو بکشید بوی فورم داره انا خشموی برو حس نمیکنی غوری کش بوی دوستم اینه پشتر بیار این همه غوری ولی سیاه میشه همین پدری من میگه کی پدری من نمیگه او هم پدر رو میگه و هم کتاب شفا میگه همین 15 تا این هست سیاه شده دیدی 15 تا دوتا بخو میگه بعد 15 روز یاتا بخو میگه بیناییش چشم خوب میکنه اینو دیدی همین کتاب بابای میرالی کتاب خودش داشت اگه همه چی داشت اینه باشه این همین بخو اینه بخو جا چه سوزی اصلا نمی چخیله که اصل میخری هم تریه بسم الله الرحمن الرحیم کنیم بخیریم کو اینا پخته دیشه این خون ترک بده این سیاه شده اینا بچه‌ها بسم الله الرحمن الرحیم اینا دنیا شبو ما جان تن تو بزن تو قوره میدن بوی اصل دارن بوی اصل ولی بو پازک همه خیلی خوش خود از دونه داشته این همین بوی شاخچال بچه که همین برده خانه د قاق کرده در آش بنده زورaya حاضر ما همین درختی همین در خونه شینوندم تمامی دکترها بلچه عبدالله یا میان همین رو بو میکشن خونه اینا که چاقتی میزنن دوری خونه بو میکنن تو اینا سوزن بردو میکنن ای هرچه که در آش و در خوراکا اینا بسیار تندری میکنن در تندری اینا برادر عزیز این طبیعت های ما به حد جای تاریخی جای زیبا و گیاهای زیبا داره کو چی که پای تیار شده نه اینا جهان گاو بگرده اینا تاجیکستان چی پای داره ادری ارچه را قوی شده جای زیستی خگو گرگو اینا حلوات ببره اینا خانه دولت نه خیل وطنی زیبا و عزیز خیلی تماشا کو بگرده اکا دوست مراجعان یک همه یک تک می آورد یک کینوچه سیمکا میکردیم انا که بسیار گفت خیلی راست میگی اکا گفت راست
یک کامیرا بیاورد همین جیان چه میگفتی در فلک تمام دنیا تمام انا همین طبیعتی ما بسیار طبیعتی خوب همین سرسرک چی معنا داره که همین سرسرک نام کردی این پیش وقت انا که پدرت رحمت میگه پیش وقت میگه سرسرک نمیگفتن پدری ما زر سرک زر سرک انا اینا مثال این کس میدونه این با عمری ما 62 ما 62 سال مردم همینجا چکلی میبره هزه میبره زندگیش همینجا زر برای زر سرک بده ها زر همینجا خب ما سرسرک میگیم وای زر سرک بده وقتی پیش زر سرک میگن این اینجا جای خوبه چیزی هستین ها جای خوب گوه بچه‌ها چی میاد ما افکا میگن اینجا سیاها اینجا دام میگیرن اینی اشکورا گری کاجا کی مقصد گون جیک جوندو نداره اینجا خوب میرن اینجا علاوه میکنن خوب میرن اینا برادرها عزیز من اینجا اومدم یک نمود درخت دیدم که حیاتم دیدگی نیستم این چی درخت باشه بچو ایره بینه ای بالا غلطیدگی این بالا غلطیدگی ما کمتر محبت کرد ترسوندی من ریشنه داره گفتی برق کردم ترسیدم ایده بی این به قدرت خود این قوی ایده بی بولوشه آنم گریسیون که ایده بی طبیعتی تاجیکستان در چیا دیگه دولتا هست میمون میگه ترکو طبیعتی نوتگراری تاجیکستان کوه سرسرک این چی درخت باشه مرود درخت مرود این که قوقاشو بگیری بابا خیلی عمر دراز میبینه بس این چند سال 14 سال اینم میگم خیلی همه خیلی ها اینم با اینو دیدیم برادرم اینا مرود هم دیدیم قرط هم دیدیم اینا رفتن میگیریم همین خمان دوستان عزیزی امکی سفر ما میگم همین که گفتم در کور نیست نه که میگه اتشک چپه میکنیم ده اینا امکی سفر نه گاب نیست خوش باحال چند سال بود نیدیم امکی من 12 سال 13 سال میشد اینا مالا ما او رفتیم مالا زنگ زده خم مونده اینا اومدن که شرط محکم کردن اوگلا اینجا جمال جان خیلی از استای با اینجا چلبو را گیری چلبو را دوستان عزیز این خیلی بذارون اونجا یک کسیر چاکه اکی سفرم گرفته که هم تیز میپزه هم گوشتش به مزه یک کسیر چرا جمال؟ بله ما که بنوار نمیگیریم که مزده شدگیم چند بار اون طرف دشت جوم رفتم بذار کشتنش نشان دادم یوتیوب محکم کرد برای هم که بنوار نمیگیریم این اکی سفر زنده باشه پیری کار حالا ایجار بهار شو ببین میگه با دیگه میگه این بهار اما که این محسن انا که وقتی خوردنش نشون بده میشه رفته مگه هر سگا سی 15 میخونی رو بی داش ده دور میدرو یورو بی سگی نورالی فکری دیگه این بالا قاس دوستان عزیز یک دوره جوانی یک دوره بچگی رو بیاریم اینو ما رگیدکا میگیم رگیدکا اینو تیروش خون چخه میزنیم اکاز نمیدونم خیلی نمیره نگاه نمیره میشه مونده نه بچه نرسید نگاه خب نگاه چندی روزه دیدی اینو ما اگر یک دست نوی کنم یکم تیرم خطا نمیخرم میدونم ده جاگه هیلش گردون که جاگه پوری ما خاصو پور هم چیمو دهمیه اکی سفر این چویا کوتی چویا یا این همیشه این رنگی کاک سماورای بچو اکی خیلی سری عادی رای باید بفهمیم میان درست کاکوتی چویا ولی ما کاکوتی چویا شما دام نشون میدیم جاگه هیلش گردون کرده ها چیکاری میندازن نگاه سانسون ها نگاه هاپ دیگه ماهی وره ما ماهی گوشتی خیلی داده ماهی وره نگاه لیکن با این سفر در گپ نیست ها شو بزنم اینا لاکتونی که بزن که سگو رو بی دیگه برادرم ما یک گپ بگم که این اکی سفر میگن سه همسوی فیلم خش جانوی اکی سفران نه که ما ای طرفی
عروس ما این خولا ما اینجا اینا طرف عروس در اینجا خولا ما طرف شهر این طرف شهر که سفر میاد نه گپ خوله ما وای ما میگی خولی منو باشه در اینجا آسون نیست وای من نکه کی سفر وای من نکه این خولی ما پشت خانتی تو میگه لحظه دنیا زن و دندان بود به زن و دندان جهاز زندان وای خولی ما کی چه خط هوای ده میکنی ما که به خیلی چی نگفتم من نه واقعا ما کاف گیره بگی جاگه خاینه دیگه بچه گوش دروما جاگه چه شیدی اوقات خودت چه شیدی اینه جناب اوجوش شیرباز میگن اوجوش شیرباز ها اوجوش این بهت اوقاتی با مزه میشه گوش بیرون دیگه ای دیگه این اوجوشی ها اینه جناب ما خودم همین خودی وقتای خوندن مونده در خوابگاه نیستن هم وقتا کدگیم میگم هم وقتا کدگیم باش اینه برادرو خب پخت با نشون میتونم که خیلی اوقاتو میکنه جاگه دوستی ما جاگه عزیزان جاگه پوری ما اینا اوجوشونو تیار کردیم تیار شد میتونیم که کاشه که دورای جوانی اینم خیلی تای کپا گذاشته که اکای سفرم خب هم اکا هم یازده هم امکی خولا زنده خوش باش اینا دوستم جاگه پور اینا تمام ما تیار شد اینا کاشانه حسن ما الکی آماده شد گوشت زنده باشه خاک ما مزهش میچشیم بعد شما دا میگیم خدا نگهدار دوستان عزیز ما هم خوردیم شکر خدا و میگیم انیش چیستا برای سگه بیا بیا فقط ما همش تلخم کردم گفتم پوچ مرا کسی چی بالا از بیم بخونم خومه بود چی در کرای؟ چی در کرای؟ دوربین؟ چی هم داری؟ چی رو نگاه میکنی؟ چی دیدی؟ بیارش بیا که من تماشا کنم بدم بیار کو بیا سرعت گرفتم تا بیا این چق اینا دوبار گرفتم بیا مال خیلی چق اینا سه باشید بیا اینا بیا 1 2 3 انا بیا اینه بیوخ بیبی بیو تام جاگه ایش چه که ایش انا کی دویم اوقات جورم این قاق بیرون میگن این تپ تیار شده فهمیدی احمد میگی این خود ریخته است گوشتش اینه برادر هزار احمد اکا برای نان و نمک اکا بگم یازده بگم خولا گپ قطعه خولا میاد خوش آمدید بازم مرحمت نوری دیده تاجی سر با بیایید زنده باش هزار احمد اینا خیلی چی کم بوده که ایتری بیمار یگام کم بوده نیست هزار احمد در این 12 کیلومتر بالا این قدر ما رو مهمانداری که دیگه چی کم بودیم میشه زنده باشه هزار احمد در چه گفتنیم خدا نگهبان همت سربلند باشید خدا نگهبانتون پیری کار سربلند و خاناباد باشه هزار رحمت سلامت باشید و جای تاریخی را که ما با خسروتر کرده فهموندیم خدا نگهبانت باشه زنده باشه حاجت به خداوند قبول شوه آمین عمری دراز بیتیت وقتی خشتنی صحت روز روزی فیض و برکت خواجه و خضر مددگار شوه خدای بزرگیار شوه الله اکبر هم بایتاب کجوره خرام و جانورات تشنه موندن نه جمال جان
خیلی مزه گوشت تاجم مزه گوشت تاجم خب برادرای عزیز تا ساعت خانوباد باشید ما اگر راه برامون بوده نمیسنی قشلاق مون یعنی سنتودا اوکی ده سنتودا رفته باشه کاکدان اگه تا کاکدان رفته است اینا همینجا